روز دوشنبه در شهر پکین وزیر کره خارجه چین ونگ یی گفت که پرزیدنت چین سی جینگ پینگ ریاست نشست 18 رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را بر دوش خواهد داشت. این نشست 9 و 10 یونی سال روان در شهر کوینداوی ولایت شرقی شاندونگ چین دایر می شود. این اولین نشست سران کشورها بعد توسعه سازمان همکاری‌های شانگهای است. در نشست پرزیدنت سی جین پینگ رهبران 7 کشور عضو، 4 کشور ناظر و هیئت‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگر بین المللی رشد همکاری‌ها را بحث می‌کنند. فعلا 7 کشور چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان و پاکستان عضو کامل حقوق سازمان همکاری شانگهای میباشند. هندوستان و پاکستان سال گذشته به عضویت این سازمان پذیرفته شدند و این برای اولین بار است که رهبران هندوستان و پاکستان در سر میز مذاکرات همچون عضو کامل حقوق خواهند نشست.